این قسمت انتخاب پارتنر درست، تصمیمی که شاید بیشتر از هر انتخاب دیگری آینده تو را می‌سازد. شاید هیچ تصمیمی در زندگی به اندازه انتخاب کسی که قرار است سالها کنارش زندگی کنی روی آینده‌ات اثر نگذارد. روی آرامشت، روی اعتماد به نفست، روی سلامت روانت، روی رابطت با خودت و حتی روی تصویری که فرزندانت در آینده از عشق خواهند داشت. گاهی فقط به چیزی اعتماد می‌کنی که در چند ماه اول احساس می‌کنی، به کشش، به هیجان، به پروانه‌های توی ذهن، به این حس که انگار خودشه. اما روانشناسی یک نکته مهم به ما میگوید: شدت احساس لزوماً نشانه کیفیت رابطه نیست. گاهی چیزی که ما عشق شدید مینامیم ترکیبی از کشش، اضطراب، عدم قطعیت و ترس از دست دادن است و مغز انسان مخصوصاً در ابتدای یک رابطه میتواند به این هیجان‌ها بسیار واکنش پذیر باشد. برای همین ممکن است کسی را خیلی بخواهی، اما این به این معنا نباشد که آن آدم انتخاب سالمی برای زندگی توست. چون ما هیچ وقت فقط یک پارتنر انتخاب نمی‌کنیم، ما یک سیستم زندگی انتخاب می‌کنیم، سبک ارتباط را انتخاب می‌کنیم، نحوه حل اختلاف را انتخاب می‌کنیم، شیوه مواجهه با استرس را انتخاب می‌کنیم، حتی نوع احساسی را انتخاب می‌کنیم که بدن ما قرار است سالها در کنار آن آدم تجربه کند. امنیت یا اضطراب، رشد یا فرسودگی، آرامش یا مراقبت دائمی از خود. و اینجا یک مفهوم مهم در روانشناسی وجود دارد: هم‌تنظیمی هیجانی. یعنی رابطه ما با یک آدم میتواند به سیستم عصبیمان کمک کند آرامتر شود یا برعکس ما را دائما در حالت هشدار نگه دارد. اگر کنار کسی مدام منتظری عصبانی شود، منتظری جواب ندهد، منتظری ترکت کند یا دائما در حال حدس زدن احساس واقعی او هستی، بدن تو ممکن است بیشتر از آن که عشق را تجربه کند در حال تجربه ناامنی باشد و این تفاوت بسیار مهم است. چون رابطه سالم قرار نیست سیستم عصبی تو را دائما در حالت آماده باش نگه دارد. بعضی آدم‌ها وارد زندگیت میشوند و کم کم باعث میشن خودت را بیشتر دوست داشته باشی. کنارشان میتوانی حرف بزنی، نه بگویی، اشتباه کنی، آسیب پذیر باشی و هنوز احساس کنی ارزشمند هستی. اما بعضی آدم‌ها آنقدر آرام و بی صدا عزت نفست را فرسوده میکنند که یک روز جلوی آینه میستی و از خودت میپرسی: من همیشه انقدر خسته بودم؟ و خطرناکترین بخش ماجرا این است که این تغییر معمولاً یک شبه اتفاق نمیافتد. ذره ذره اتفاق میافتد. اول میگویی اشکالی ندارد، عصبی بود، و بعد میگویی شاید من زیادی حساس شدم، و بعد میگویی باید بیشتر خودم را تغییر بدهم، و یک روز میبینی برای اینکه رابطه را حفظ کنی داری خودت را از دست میدهی. اینجاست که مفهوم سبک دلبستگی اهمیت پیدا می‌کند. ما از کودکی یاد می‌گیریم رابطه برایمان چه معنایی دارد. برای بعضی‌ها صمیمیت یعنی امنیت، اما برای بعضی دیگر صمیمیت با ترس از طرد شدن، رها شدن یا کافی نبودن گره خورده است. به همین دلیل ممکن است فردی به شکل ناخودآگاه جذب آدم‌هایی شود که همان احساسات آشنای گذشته را دوباره در او فعال کنند و اینجا یک اشتباه رایج اتفاق می‌افتد. آشنایی را با امنیت اشتباه می‌گیریم. ممکن است کسی برایت خیلی آشنا باشد اما سالم نباشد. ممکن است رفتارش دقیقاً همان الگویی را داشته باشد که سالها پیش تجربه کردی و مغزت بگوید این حس را میشناسم، اما چیزی که میشناسی لزوما چیزی نیست که به آن نیاز داری. گاهی ما عاشق آدمی نمیشویم که برایمان مناسب است، عاشق احساسی میشویم که در کنار او برایمان آشناست. برای همین گاهی اسم اضطراب را میگذاریم عشق، اسم وابستگی را میگذاریم علاقه و اسم ترس از دست دادن را میگذاریم تعهد. اما عشق سالم یک ویژگی مهم دارد: قابل پیش بینی بودن. نه به این معنی که رابطه هیچ هیجانی ندارد، بلکه یعنی نمیدانی فردا دقیقاً چه اتفاقی میافتد، اما میدانی با چه انسانی طرف هستی. میدانی اگر اختلافی پیش بیاید تحقیرت نمی‌کند. میدانی اگر ناراحت شوی احساساتت را مسخره نمی‌کند. میدانی اگر مرزی تعیین کنی برای تنبیهت ناپدید نمی‌شود. و میدانی دوست داشته شدن تو وابسته به این نیست که همیشه مطابق میل او رفتار کنی. عشق سالم فقط این نیست که کسی بگوید دوستت دارم. باید بتواند این را در رفتارش هم نشان دهد، در احترامش، در مسئولیت پذیریش، در نحوه دعوا کردنش، در عذرخواهی کردنش، در تواناییش برای شنیدن نه. چون شخصیت واقعی آدم‌ها را فقط در لحظات عاشقانه نمی‌بینیم، در تعارض‌ها می‌بینیم. وقتی عصبانی است، وقتی چیزی مطابق میلش پیش نمی‌رود، وقتی تو با او مخالفی، وقتی اشتباه کرده و باید مسئولیتش را بپذیرد. آن
لحظه‌ها اطلاعات بسیار بیشتری درباره یک آدم به تو می‌دهند تا صدها جمله عاشقانه. و یک نکته علمی دیگر، برای پیش‌بینی کیفیت یک رابطه فقط اینکه چقدر همدیگر را دوست دارید مهم نیست. مهم است که چطور با هم رفتار می‌کنید. آیا می‌توانید درباره مسائل سخت حرف بزنید؟ آیا اختلاف نظر بدون تحقیر حل می‌شود؟ آیا هر دو نفر مسئولیت اشتباهاتشان را می‌پذیرند؟ آیا رابطه فضای رشد دارد؟ آیا می‌توانی در آن خودت باشی؟ چون رابطه سالم قرار نیست تو را کوچکتر کند تا رابطه بزرگتر بماند. قرار نیست برای دوست داشته شدن مدام خودت را اصلاح کنی. قرار نیست هر روز ثابت کنی که کافی هستی. و شاید یکی از مهمترین معیارهای انتخاب پارتنر این باشد: کنار این آدم چه نسخه‌ای از خودت ساخته می‌شود؟ آدمی که آرام‌تر است، با اعتماد به نفس‌تر، آزادتر، مهربان‌تر، یا آدمی که مضطرب، خسته، وابسته، ساکت و همیشه در حال مراقبت از واکنش طرف مقابل؟ جامعه مدام به ما میگوید تنها نمان، اما روانشناسی به ما یادآوری می‌کند که تنهایی همیشه به معنای نبودن رابطه نیست. گاهی آدم می‌تواند در یک رابطه باشد و همیشه احساس تنهایی کند. پس فقط از خودت نپرس آیا دوستش دارم؟ این سوال مهم است، اما کافی نیست. بپرس آیا من به او اعتماد دارم؟ آیا در کنار او احساس امنیت می‌کنم؟ آیا می‌توانم در خود واقعیم باشم؟ آیا در اختلاف‌ها هنوز احترام وجود دارد؟ آیا این آدم مسئولیت رفتار خودش را می‌پذیرد؟ و مهمتر از همه، کنار این آدم من بیشتر شبیه خود واقعیم میشوم یا هر روز بیشتر از خودم دور میشوم؟ چون شاید انتخاب پارتنر فقط انتخاب کسی نباشد که قرار است دوستش داشته باشی. شاید انتخاب کسی باشد که قرار است سالها سیستم عصبی تو، اعتماد به نفس تو، سبک زندگی تو و حتی تعریف تو از عشق را تحت تاثیر قرار دهد. پس عجله نکن، فقط به حرفایش گوش نده، الگوهای رفتارش را ببین. فقط به این احساسی که در شروع رابطه داری اعتماد نکن، ببین در طول زمان چه احساسی در تو میسازد. و یادت باشد آدم درست الزاماً کسی نیست که قلبت را شدیدتر به تپش بیاندازد. گاهی آدم درست کسی است که در کنار او بالاخره لازم نیست قلبت همیشه برای زنده ماندن بجنگد. چون عشق سالم بیش از آن که آتش باشد گرماست، بیش از آن که هیجان باشد امنیت است. و شاید یکی از عاقلانه ترین تصمیم‌های زندگی این باشد که قبل از اینکه بپرسی آیا او من را انتخاب می‌کند، از خودت بپرسی آیا این رابطه زندگی است که من می‌خواهم سالهای بعدی هم در آن زندگی کنم؟